بچه‌ها همه ساکت، میخوام یه چیزی بهتون بگم. ماما میخواد تو دلش یه آرزو بکنه، بعد این شمع رو فوت بکنه. خواهش کردی؟ حالا فوت کن. کاش این بنده خدا پدرتون رو تو این راه سخت نمی آورد. در افغانستان پیش کی میذاشتم؟ میذاشتم طالبا بکشن شده. من و تو رو یه جا گرفتن دیگه، درسته؟ با یه جرم مشترک. چه فرقی بین من و تو بود که منو انداختن زندان، تو تبعید شدی؟ نصف پروندهش به خاطر اعترافای تو. بالاچ میفهمی داری چی کار میکنی؟ میخوای بگی پیرمرد شوهرشه؟ شوهرش نیست. پسر کم عقل، فقط کافیه یه نفر شما رو با هم ببینه، جنگ میشه. جنگ بی جنگ کنه میرا ویل نکنه. تعصبایی یا پشتو هزار نمیشناسه. چرا برای چی قاب کردی؟ چیکار داری میکنی؟ نزنش! بابا! ولش کن! برادر همزبون ولش کن، نزنش! آسی چی میشه؟ چه بلایی سرش میاد؟